به روز سوم در بوداپست خوش اومدید. بچه مهیا واسه کنفرانسش اینجا بله واسه کنفرانست خوب تمرین کردی. خانم قشنگ توضیح داد این ور شهر پسته اون ور شهر بودا دانوب رو نشون میده. دومین بزرگترین روده باز از 10 تا کشور و فکر کنم 4 تا کپیتال. آره اسمشون رو یکیش میگن یکیش بوداپست اون دو تا دیگه رو نمیدونم. اینجا پارلمان زیر دست پادشاهه اونجایی که پرچم بوداپست این ور شهر اینطوریه به خاطر اینکه این ور قله و کوهستانیه. آره ولی این ور همواره دقیقاً واسه رپرزنت کردن اون اینطوری درستش شده. جالبه خیلی جالبه. اصلا اینکه این وسطی شکافی هستش و این همبستگی دوتا سرزمین رو میخواد به هم نشون بده که به هم رسیده. بچه پشتمون هم دیده میشه یا نه خانمی تور گاید بود و وقتی فهمید از ایرانیم و ایتالیا زندگی که درس میکنیم و اومدیم اینجا رو بگن اینطوری که اوکی بذارین وسط اون عکس بگیرم. شخصیت اصلی شامل ابراهیم، عیسی، بودا، لاوتسه و آخناتون. بچه توریستایی که با اون همراهی کردن بودن که شما میفهمید دوستشان باشه حفظه. من خیلی خجالت کشیدم نمیدونم چرا. به مهیا گفتن که ما فکر کردیم هری پاتر از هاگوارتس اومده این بوداپست رو ویزیت کنه. موقع خدافظی اینطوری بودن که بای به هری. در این صورت من میتونم هرماینی باشه. کنای اصلا شبیه نیستم. هیچ شباهتی به هرماینی ندارم. زخم نداری. اوکی میریم مقصد بعدی. بچه از شانس بد ما اینا از شانس بد ما اینا به مدت چند هفته تعطیل شدن. بعد نمیتونیم سوارشون بشیم. یه جا خوندم میگفت انگار اینجا وسط بوداپسته نه همه اندازه ها یک جاهایی از شکل اندازه هایی زدن و گفتن که همشون از اینجا شروع شده. خب انگار شهر رو اندازه گیری کرد. نمیدونم آخه اندازه درست نیست، فقط یه چند اندازه همینطوریه با هیچ قطرای دایره دقیقا هیچی باش حساب نمی کنم، فقط هست که باشه. نمیدونم چه سر و ته و بریم بیشتر در موردش تحقیق کنیم. بچه این پل اولین پلیه که ساخته شده بین بودا و پست که بعدن دوباره توی دوره خرابش کردن. فقط شیراش از اون زمان مونده، همه چیزش خراب شده و دوباره ساختنش.
یک داستان عجیب دیگه هستش که وقتی این شیرا رو داشتن میساختن واسهشون زبون نداشتن، بعد پادشاه یا نمیدونم کی ازشون پرسیده که چرا زبون نداره و طرف از شدت خجالت خودش پرت کرده تو رود، ولی آقای گفتش که این فقط یک داستان مسخره و خنده داره، هنوز مشخص نیستش که واقعیه یا نه. نمیدونم، خب دلیل نگفته، خودشو پرت کرد، مرده. Enjoy your meal. Thank you. بفرمایید. هولا. میریم کروس. هری پاتر. هرمانی که شبیه هرمانی نیست. Let's go. روز آخر در بوداپشت. یکی از کارهای دیگه ای که دوست داریم توی هر کشور و توی هر شهری انجام بدیم چیه؟ توی هر شعبه‌ای که وجود داره ازش Flying Tiger.